اینترنت کاری آنهایی را که میخواهند خیلی زود و ساده ستاره شوند به حد آسان کرده است. لیدی گاگا خواننده بلجب آمریکایی برای معروفیتش 70% باید از اینترنت سپاسگزار باشد. شهروندان تاجیکستان هم برای معروف شدن از اینترنت زیاد استفاده میکنند. با امراد اللهبردیوف ملقب به جیمی تاجیک تنها بعدی آن معروف گردید که یک دوستش نوار سرودخوانی او را در اینترنت جای داد. بعد این با امراد ستیل بدست قریب تمام قلمرو روسیه را گشت و در تمام شو برنامه های شبکه های تلویزیونی جیمی خواند. اما بعضی هایی که مثل جیمی تاجیک هنر ستیل را دایره کردن و با صدای خود سرود خواندن را ندارند، راه دیگر را پیدا کردند. فنگرام. حالا اینترنت مالامال چنین ثبت هاست، اما برای رده‌بندی امروز تنها نوارهای انتخاب شدند که قهرمان ها یا با هنرانه این کار را انجام دادند یا تماما به هنرانه. و هم ضمن ریتینگ بندی تعداد بیننده های نوار را نیز به نظر گرفتیم. مقام چهارم نصیب گروه جوان‌هایی است که تابستانی گرم و پختچینی الهامشان را بیدار کرده است. در شرح این نوار نوشته شده است که آن در ناحیه حصار ثبت شده و قهرمان‌هایش دانشجویانند. चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, दिल लगा के रखना, रोज़ी सजा के रखना. وقت‌های اخیر از سوی ساختمانچی‌های مهاجر تاجیک چند نوار به اینترنت راه یافت. شاید آنها درد غربت و کار سنگین و مشکلی زیاد را با همین شیوه می‌خواهند سبک کنند. زینه سومی ریتینگ مربوط یک چنین نوار است. اگر در این ثبت عمل قهرمان‌ها یک نوع به پارودیا مانند است و هم نواربرداری آن مهارت چندان نشان نداده، اما در ویدیوی دیگر اشتراکچیان خیلی جدی‌اند. از این لحاظ هم آن در مقام دوم نشسته است. جای اول ریتینگ نصیب گروه 6 نفره با علاوه نواربردار است که هم با جدیت و هم از روی تعداد بیننده هایش از آنچه دیدیم پیش صف می باشد. آن را تا زمان تهیه گزارش بیش از 47560 مرتبه تماشا کردند. آسمانکم تازه کنم